سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال تاپ 10 آیتمز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام ادامه ویدیوی قبلی رو بهتون بگم و 10 تا از برترین پیج های معرفی فیلم و سریال رو در اینستاگرام بهتون معرفی کنم. شما میتونید سری اول این ویدیو رو تو پلیلیست برترین ها که الان این بالا ظاهر میشه ببینید. اگرم که از این ویدیو خوشتون میاد حتما لایکش کنید. اگرم از این سبک محتوا خوشتون میاد باز کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنین که محض انتشار ویدیوهای بعدی من بهتون خبر بده. نظر یا انتقادی هم دارین تو کامنت ها حتما برام بنویسینش. خیلی هم نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بریم که شروع کنیم موردهای این ویدیومونو. شماره 1 مستر مووی آفیسیال. برای دانلود فیلم های خودتون به صورت دوبله یا زیرنویس میتونید به این پیج رجوع کنه و هر آنچه که میخواید را در کانال تلگرامش برای شما آماده کرده. شماره 2 ایمووی نیوز. همونطور که از اسمش هم پیداه، خبرهای دست اول راجع به سینما و تلویزیون را میتونید از این منبع تهیه کنه. نمیگم فوق‌العاده، ولی تا حدودی بهترین پیج سینمایی اینستاگرام محسوب میشه. شماره 3 animfact.ir. نوبتی هم باشه نوبت معرفی پیج برای انیمیشن های جذاب و دیدنی هستش. این شما و اینم یه پیج کامل برای معرفی انیمیشن های جدید و قدیمی. برید دانلود کنید ببینید و لذتشو ببرین. شماره 4 سینما تپش. سینما تپش قلب ماست. به نظر من که تعریف درستی از سینما را بیان کردم. پیشنهاد میکنم که به سینما تپش که یک پیج معرفی فیلم در اینستاگرام سر بزنه و پنجتایی های معروفش در ژانرهای مختلف رو تماشا کنه. شماره 5 سینما اینفو. خب میرسیم به یه پیج هیجان انگیز که در اینجا شما در کنار آشنایی با فیلم ها به نقد و بررسی اونها هم میپردازه. دیالوگ ها رو مرور میکنید و از طنزهای پیجش لذت میبره. دوستان اگر تا اینجای ویدیو لذت بردین ویدیو رو لایکش کنین. اگر از این سبک محتوا هم خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین که ویدیوهای بعدی برای شما پیشنهاد بشه. بریم سراغ مورد بعدی. شماره 6 فیلموکام. فیلمو یکی از کامل ترین پیج های معرفی فیلم و سریال ایرانی هستش. شما با دنبال کردن اون و البته خرید اشتراک میتونید فیلم های بروز ایرانی و البته سایر سینماهای جهان را مشاهده کنید. شماره 7 filmforyou.ir. سینما میتواند فضاهای خالی زندگی و تنهایی شما را پر کند. این جمله‌ای که گفتم شعار این پیج هستش. و این پیج هم یکی دیگه از پیج های معرفی فیلم و سریال در اینستاگرام هستش که به قول خودش به پر کردن فضاهای خالی زندگی و تنهاییتون کمک میکنه. شماره 8 امریکن فیلم اینستیتوت. شاید شما بخواید پیجی رو دنبال کنید که اطلاعات مختلفی در حوزه معرفی فیلم و سریال به زبان اصلی به شما بده. این پیج و البته پیج فیلم ایندیپندنت کمک زیادی در این زمینه به شما میکنه. شماره 9 سینما اکتیک. سینما اکتیک بهترین پیج فیلم و جزء جذابترین پیج های معرفی شده هستش، چرا که در کنار معرفی فیلم و سریال به اخبار بازیگران هم میپردازه و در کانال تلگرام خودش فیلم ها را در اختیار شما علاقه‌مندان به حوزه سینما و تلویزیون قرار میده. خب دوستان میخوام که این ویدیو رو با ویدیوهای قبلی یه خورده متمایزش کنم. برای همین شماره 10 رو خالی میذارم که شما نظرتون رو یا هر پیجی که میشناسین تو این زمینه رو که به نظرتون خوب هستش تو کامنت ها برام به عنوان گزینه 10 بنویسین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر نظر یا انتقادی هم داشتین همراه اون گزینه 10 تو کامنت ها برام بنویسینش. اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که به محض انتشار ویدیوهای بعدی بهتون خبر بده. اگر که از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایکش کنید. خیلی سعی کردم ویدیو کوتاهی باشه که خستتون نکنه. لینک پیج اینستاگرام همه این پیجایی که گفتم رو هم تو دیسکریپشن گذاشتم، پس حتما مطالعهشون کنید و بهشون سر بزنید. یه نظرخواهی هم ازتون میخواستم داشته باشم، این که به نظرتون من ویدیوهامو طولانی تر با توضیحات کامل تر براتون بذارم یا ویدیوهای کوتاه بذارم با توضیحات کم.
اینم حتما تو کامنت ها برام بنویسینش. ممنون میشم کانال رو برای دوستاتون بفرستید، از منم حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی شاد باشید.